رفقا، به اولین ویدیوی چنل من خیلی خوش اومدید. توی ویدیوی امروز قراره بچگیتون رو خراب کنم. میدونستید خیلی از کارتونایی که دیزنی تولید میکرده و ما اونا رو میدیدیم و باهاشون بزرگ شدیم اول کتاب بوده، بعد از روی اونا کارتونایی رو ساختن و ما با خیلی از اون کارتونا خاطره‌ای داشتیم، ولی پشت همه این کارتونا یه تئوری خیلی وحشتناکی بوده که بعد شنیدنشون فکر کنم حتی برگردید یه بار دیگه همونا رو نگاه کنید. اولین داستانی که میخوام تئوریشو بگم در مورد کارتون سفید برفیه. ما برای اینکه بهتر درک کنیم این تئوری رو بهتر یه فلشبک بزنیم به قبل تا بفهمیم که اصلا چی شده. اون داستانی که به همه ما گفتم و ما باهاش خاطره داریم اینطوری بوده که سفید برفیه با 7 کوتوله توی جنگل زندگی میکردن و یه نامادری بوده که همیشه آرزوش این بودش که جای اون باشه. پس اون هر کاری میکردش که جاش باشه. یه روز نامادری تصمیم میگیره که یه سیب سمی بده به سفید برفی که اونو بخوره. وقتی سفید برفی اون سیب رو میخوره از هوش میره و تنها راه حلی که میتونه سفید برفی رو از خواب عمیق بکشونه بیرون فقط داشتن یک پارتنر و بوسه عشق واقعیه. تا اینجای داستان که ما هممون خیلی زیاد شنیدیمش، همه چی خیلی قشنگ و خوب بودش، ولی بعد این که من میخوام واقعیت رو بگم ممکنه تصورتون نسبت به این کارتون عوض شه. داستان واقعیش و ترسناکش از این قراره که سفید برفی نمیمیره، بلکه وقتی دارن اونو میبرن خاکش کنن از دست چند تا سرباز میفته و اون تیکه سیبی که توی گلوش بوده از دهنش میاد بیرون و زنده میشه. بعد از اینکه زنده میشه با همون پرنس ازدواج میکنه و توی جشن عروسیش نامادریشو میبینه و همونجا دستور میده که به پاش کفش آهنین ببندن و تا آخر جشن عروسی با اون کفش برقصه و انقدر میرقصی که پاهاش ذوب میشه و میمیره. داستان بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم در مورد کارتون وینی د پوه. چند تا تئوری میگم در مورد این کارتون که خیلی عجیب و تاریکه. انقدر این تئوری عجیبه که بعد شنیدنش باعث میشه که با عقلت اون محتوا جور در نیاد و دیدگاه آدم رو عوض کنه و به سختی میشه بگیم که این یک تئوریه. خب داستان از این قراره که یه پسری به اسم کریستوفر راین با یک عالم حیوان عجیب و غریب دوست میشن و همه چیز مثل بقیه دوستی‌ها آروم و خوبه، همه خوشحالن. ولی وقتی عمیق میشیم ببینیم که همه چیز تاریکه. تئوری هست که میگه هر کدوم از این کاراکترها دچار یه مریضی روانیه. وینی د پو اگه دقت کنی همیشه داره دنبال عسل میگرده، حاضر هر کاری بکنه که به عسل برسه و خیلی میگن که ممکنه دچار اختلالی باشه که نشون میده وقتی به یه چیزی میرسه مثل عسل ممکنه دیگه ازش دست نکشه و حتی افراطی باشه توی انجام این کار و یهو دست از اون کار بکشه. کاراکتر بعدی که در موردش خیلی تئوری ترسناکی هست در مورد پیگته. اون همیشه نگران و استرس داره، همیشه احساس خفگی و دلهوره داره و میترسه که اتفاقی بیفته و بعضی وقتا ممکنه پنیک هم بکنه. این باعث میشه که مردم بگن اون پنیک داره. کاراکتر بعدی که در موردش کلی تئوری گفتن در مورد یه جغدیه که متنایی که مینویسی یکم عجیب و غریبه و قابل خوانش نیستش و مردم میگن که اون اختلال دیسلکسیا داره. شخصیت بعدی تیگره. اون همیشه بالا پایین میپره و اصلا یه جا نمیشینه و حالت دوست داشتنی داره و همیشه سعی میکنه که جذاب باشه. خیلی خوشحاله و اصلا انرژیش تمومی نداره و مردم میگن که این شخصیت و این کاراکتر دچار ADHD یا همون بیش‌فعالیه. کاراکتر بعدی در مورد کانگوروی مادره. اون همیشه سعی میکنه که بچه‌شو پیش خودش نگه داره و نذاره جایی بره. آخرین کاراکتری که میخوام در موردش تئوری بگم در مورد دیوره. این شخصیت اصلا اگه من چیزی هم نگم از کاراش مشخصه
که افسردگی داره. اون هیچ وقت ندونسته خوشحال باشه و همیشه خسته بوده. دری که خیلی مهمه و شخصیت اصلی داستان یه جوری میسازه کریستوفر رابنه. اون انسانی بودش که دچار اختلال اسکیزوفرنی بودش و تمامی این موجوداتی که دور اطراف خودش میدیدش واقعی نبود، بلکه توهم و هذیان ذهن این پسر بچه بودش. آخرین داستانی که میخوام در موردش تئوری بگم در مورد کارتونی هست به اسم پینوکیو که مطمئنا همتون این کارتون رو دیدید یا حتی عکسش رو یه جا دیدید. داستان اصلی از این قراره که یه پسر بچه بودش که به دست یه پیرمردی ساخته میشه از جنس چوب. بعد اون پیرمرد که شب آرزو میکنه که این پسر بچه چوبی به آدمیزاد تبدیل بشه و واقعی باشه که بتونه کمکش کنه. بعد چند شب فرشته میاد و میخواد آرزوی اون پیرمرد رو برآورده کنه، اما به شرطی که پینوکیو آدمی درستکار و راستگو باشه و بعد انجام همه این کارا تبدیل میشه به یه آدم واقعی. پیرمرد بعد شنیدن این حرف خوشحال میشه و تصمیم میگیره که پینوکیو رو بفرسته مدرسه، ولی خبر نداره که پینوکیو بعد از رفتن به مدرسه با افرادی دوست میشه که کاملا شخصیت اونو عوض میکنن و تبدیل میشه به یه آدم بد. ولی بعد چند وقت دچار یه حادثه میشن که پیرمرد نیاز به کمک داره و توی اون فاصله پینوکیو میره کمکش میکنه و اونو نجات میده و از اون طریق پینوکیو تبدیل میشه به یه آدم واقعی. این داستانی که من گفتم اصلا واقعیت نداره و تئوری ترسناکی پشتشه. این تئوری چی میتونه باشه؟ اینکه این داستانو یه نویسنده‌ای نوشته با ذهن مریضش. اصل داستان این بوده که پینوکیو رو بقیه افراد اذیت میکنن، پاهاشو آتیش میزنن، شکنجهش میکنن و در آخر فیلم نویسنده تلاش میکنه که پینوکیو رو حلق‌آویز کنه. ولی برای اینکه بتونه داستان رو ادامه بده و بهش یه روندی بده میاد میگه که بعد چند وقت یکی اونو به فرزندخوندگی میگیره و میبره پیش خودش و این نویسنده هدفش این بودش که به بچه هایی که خیلی شیطونی میکنن اذیت میکنن یه درس ادبی بده.